سلام به دوستان کلوم یوتیوب ایران زمین. خوش اومدید به اولین ویدیوی بنده، یعنی نیما نیکسر. خوشبختم، نیما نیکسر هستم. تازه شروع به کار یوتیوب انجام دادم و اینکه خوشحال میشم که حمایتم کنید تو این راه پرفراز و نشیب. مدیون لایک و کامنت شما هستم. زیاد وقتتون رو نمیگیرم، بریم سراغ آموزش. داخل این ویدیو که اولین ویدیوی چنل باشه میخوام آموزش اسلاید موومنت، اسلاید کنسل و موومنت های خودم به شما بدم. زیاد وقتتون رو نمیگیرم. خب دوستان، برای آموزش اسلاید کنسل اول شما باید بیاین روی ستینگ کانکتیویتیتون، بیاید روی هادتون و اینکه جویستیکتون رو تا حدی که میتونید کوچک کنید. از نظر من جویستیکتون بین حدوداً 20 تا 30 یا 40 حداقل باشه اوکی، برای اینکه کوچیک‌تر باشه و راحت‌تر بتونید بدوید و کاراکترتون نشینه. توصیه بعدی که میکنم اینه که حتما EDSتون روی هیپ فایر باشه و اینکه یه تنظیماتی هم داخل بیسیک هست که باید بریم پایین و خورده پایین تر. اینجا ADS رو باید بذاریم تبا هولد تو ADS از روی این، اکثریت اینه، بعضی و بذاریم روی این و always sprint رو روشن کنیم و سنسیتیویتیش رو تا 100 ببریم. حالا اگه میخوایم موومنتتون کاراکترتون کلا نشینه، میخوایم یه خورده پامرغی بازی کنید، بین 60 و اینا میتونید بذارید. خب برای اسلاید کنسلمون اگه این کار رو انجام دادید میریم سراغش. چیز خاصی نداره، فقط اینکه اول باید اسلاید بزنید و بعد از اینکه اسلاید زدید باید یعنی موقعی که اسلاید میزنید چیز بگیرید، اسکوپ بگیرید. خیلی سخت نیست، یه خورده که تمرین کنید یاد میگیرید، چیز زیاد سختی هم نداره. حالا ببین اوایل که تازه شروع میکنید به زدن اسلاید کنسل احتمال داره که کاراکترتون بشینه، اینطوری بشینه. برای اینه که شما اول اسکوپ میگیرید بعد موومنت رو میزنید. ولی خب اگه اول موومنت رو بذارید سریع بعدش اسکوپ بزنید، یه اسکوپ کنسل خیلی زیبا. حالا بعد از اینکه اسلاید کنسل رو یاد گرفتید میتونید اینا تمرین کنید قشنگ، میتونید حالا یه جامپ هم بهش اضافه کنید که خیلی جنبه نمایشی تر میده. ببین مثلا وقتی که اسلاید کنسل میزنید خیلی قشنگتر میشه اسلاید کنسلمون. میتونید برای ایم بیشتر هم بگیرید. خب این بود از آموزش اسلاید کنسل. حالا آموزش موومنتی که حالا داخل شورت ویدیو اگر دیده باشید من همیشه میزنم، یه جور موومنت که بیشتر یوتیوبرها میزنن، مخصوصا تیک تاکرها. موومنت بنده از چی تشکیل شده؟ اول اینکه باید بین داخل ستینگ سنسیتیویتیتون رو باید بین 150 تا 300 هرچی بیشتر باشه تندتر میچرخه این اسکرینتون. حالا منم یه خورده چیز گذاشتم 180 کم یه خورده، من بذارم 195 بسته به نظر من. بله حالا میتونید یه خورده باش ور بشید و اینکه بدونید که کدوم بهتره، حالا طبق چیز خودتون.
حالا موومنتی که من میزنم یه موومنت توندرا موومنت بهش فکر کنم میگن. موومنت از چی ساخته شده؟ یک، اول این که باید بگم فقط نباید این صفحه گوشیتون رو بچرخونید، همراهش باید جویستیک هم بچرخونید. وقتی که فقط شما صفحه گوشی رو میچرخونید، یعنی یه جا صفحه گوشی رو میچرخونید، فقط کاراکترتون دور خودش میچرخه. خب فقط کاراکترتون دور خودش میچرخه و اصلا موومنتی نمیشه. و یا اگه بتونه، اگه پرو باشه، میتونه در جا بیاد شما رو بزنه وقتی که دور خودتون میچرخید. ولی وقتی که شما همراه با چیزتون موومنتتون جویستیک هم میچرخونید، یه همچین موومنت خوشگلی رو به شما میده که انمی قشنگ گمراه میشه. حالا یه خورده که تمرین کنید سرعتش رو میتونید بیشتر کنید یا مثلا بهش اسلاید اضافه کنید که یه خورده قشنگتر و گمراه ترش میکنه کاراکتر رو. حالا سرعتش میتونید حالا طبق خودتون ببینید چی میشه دیگه. خیلی هم گیج کننده است. حالا داخل همین باید یه چیز بگم، اینه که وقتی که شما میخوای موومنت رو بزن، اگه یارو خیلی پرو پلیر باشه، من خودم هم خیلی بهشون برخوردم، اینه که مشکل اینه وقتی که شما این موومنت رو میزنی، یارو میتونه پیش بینی کنه اگه واقعا پرو پلیر باشه. مثلا شما اینجا اون موومنت رو زدید، میتونه پیش بینی که شما دفعه بعدی اینجا میاد و میتونه اینجا خط بگیره از پیش و پیش. نظریه من اینه وقتی که شما این موومنت رو میزنید و اسلایدش هم میزنید، یعنی اینطوری دارید میزنید اسلایدش هم میزنید، توصیه من اینه که مثلا بعضی وقتا 2 بار برید اینور. مثلا اینطوری که دارید میکنید، صفحه گوشی اینطوری دارید میچرخونید، 2 بار برید یه ور. اینطوری خیلی هم سخت نیست، اگه خود تمرین کرده باشید میتونید راحت استفادهش کنید. و اینکه یک نوع موومنت دیگه هم که من میزنم بعضی وقتا، موومنت یه جور جامپ موومنت به حساب میاد دیگه. اینوری میری شما موومنت میزنید، یعنی اینوری موومنت میزنید کنسلش میکنید. حالا من یه دقیقه باید گوشیمو دست بگیرم. اینجوریه که خیلی ساده شما اینوری میرید اونو اینطوری قطع میکنید. کار سختی هم شما رو به اینور موومنت میزنید، وسط موومنت به صورت برعکس جامپ میزنید. خیلی هم راحته. این بود از آموزش‌های این ویدیو. ممنون میشم که حتما چنل ما رو ساب کنید، لایک کنید و اینکه ویدیوهای ما رو ببینید. ممنون که تا آخرین ویدیو نگاه کردین. دستتون درد نکنه. تا ویدیو بعدی، بدرود.